بعد از ظهر به شهر قرغان تپه میرسم. زنانی رو در پیاده‌رو میبینم که مشغول گلکاری هستن. کلا زنای زیادی رو در این کشور میبینم که به کارهای مختلف از جمله فروشندگی و حتی رفتگری مشغولن. این شهر مرکز استان یا به عبارتی ولایت ختلان و سومین شهر بزرگ تاجیکستان است که فقط 102,000 نفر جمعیت داره. این شهر مرکز صنعت پنبه در تاجیکستان هم هست. نام کنونی شهر برگرفته از قلعه‌ای است که بر تپه‌ای در مرکز شهر قرار داره. ولی من وقتی بالای تپه میرم فقط عنوان بیبی خانم را میبینم که نمیدونم چی هست.